پس تو بیعقلی چی؟ یادداری اسپرافکت به ته گفتم مادر ندادی که؟ کاری کردی که مرا کار سور بکنن و دون بیزنی مرا بگیریم بیناموز؟ جناب بینمی چه میگوید؟ پسر نکه پدرانت عینکاتا بگی از طرف ما تو پدرانت که آدم را بیناموز خیال کردی ولی به تو کنای کپوت یاددار دیدگی حیوان دو پرتت صد میکنم حیوان ای خشلا ارتیست ای تاروسی بازی بایی تنجی بدایی یا خدای توبه او کیه؟ اینو کی باشن؟ حیوان چی کپشی؟ با بامپیر مزدن موزفه چیکو کردستن؟ لعنتی تو گویی که ماشین تا در بین راه مونده خدا نگه دارد باش ما یگان چیز نشد خوب هستید از دفترش چند بار صدمه کرده اید اما 100% می کارا برای ما مایده چویدن ای جیگر تصدقه میگم شما کیه نکه ما نبیره های خاله سلطان هستیم ابو ای چه ابو میگوی ماشین ما ترکن زد قمری در درونش پرتو با تو اومده ای خفاش دادی همیشه جوی همه خیلی گپای ببخشید مرو خانه خاله سلطان در کجا است شما میدونید گوش که اینم تا روز برا اونم اونجا میدون ای مردم شیشتگی ای همونا بپرس خانه خاله سلطان نشانت میدون است تمام این خیل باشد تشکر خیز اکنون ای خو ندارم نوری خیز ای بزرگ خوروید میبرنه خیمه ای خسور کنی درو ای نوری تو دا جندر اومده امروز چی دیونه شده نوری ای خدا بترس هر خی فکری بده ای سرت برور کودک میخواهم نوری تو را انیق جندر اومده ای دختر تو خودت نگرسی در خانه آدم بسیار عیب میشه و آواز مو میبرویه بگو که کودک دار شدن میخوای یا نه ای نمیفارم همون کودک مجبورم نکن I think I'm losing my mind I like your sketchers You like me my Gucci shoes کاری کردگی یک امنیتی کلان را ببین شما احمد شمشک را جنایتکاری کلان گفته دستگیر کردید من چیکار کردم که مرا دستگیر کرده گرفته آوردید بچه من ای بالاتون در سود بین المللی شکایت میکنم من یا خدایا نوری این ماشین مده نان او میتیم من پشتین بازی سوم کار میکنم اینا دیگه من با در دهت چی توی شوه اینا اره نمیتیم این پولی کلان کرده 10 برابر زیاد میگیرم تمام همه به خانه بدرویم میکنم من در جوی کار ما بسر مرا چه گم زدی سیاده میبرم در شما چون صدن میکبی یگان کستا میشوست حیوان فهمیدی لیونتا وای پدر با بینیامین کمتر گپ زنم میویم بعد گپ میزنی وزی همه کسا سری دسترخوان گپ میزنی بیدارم خشر بوده ماشین شمه مسئله خرمه شوکت که به جستن خزینه کمر بست با اونو از او شد و دست و پای کنان بشکرد زور گفتم بچه ها تنجیه؟ این کس را شده اجازه دیم این شادمان دروازه خبر نداری؟ اینه ای نوری من در سوالی خسرم جواب دادم اگر یه بار دیگه همه گپ میگی در بین همه اولاد یکنیم طلاق خود میکنم یکنیم دیگه دریار تمام بس خسری دختر تا بینم خوش که کمال چی کاری نمیکنی برای همون دختر بخشش پرس دیل شبیه و اینجا بله خورسندی میکنیم در این کنسرت اکای کنان با معلمه بانو تکلیف خاندارشوی میکنه بعد کنسرت توی میخوریم توی رفتیم یک خسور پروا نکن این کارم من خودم حل میکنم سودا را تغری میکنم با تو چی ها؟ با تو چی آخیر؟ سگی را خونی دیل دادم که با من آشنا گردد نفهمیدم که نوری خون خورد خونخوار میگردد محتوای شعر فهمیدی تو؟ یه دم تو نبگیرین دمی دختر تا بگی خسور